مومن، تاثیر کاهش انتقال پول مهاجران در تاجیکستان آیا احساس شونده است؟ خب طبق اطلاعات رسمی در یک سال اخیر شمار آنهایی که از روسیه اخراج شدند یا به اصطلاح دپورت شدند در حال افزایش است. خب ما با خانواده‌های صحبت داشتیم که اظهار می داشتند که امسال تصمیم داشتند یک خانه نو بسازند، یا بعضی جوانایی بودند که می‌خواستند امسال بر روسیه بروند و بیایند اینجا ازدواج کنند از پول مهاجرت. اونها گفتند که با دلیل اخراج شدن نه تنها این آرزوهاشون عملی نشد بلکه قرضدار هم شدند، چون که قبل از سفر اون چیپتایی که برای روسیه خریداری کرده بودند اینا با پول قرض خریداری کرده بودند. مومن، این کاهش یابی روی زندگی مردم چه تاثیر گذاشته است؟ آیا قابلیت خریداری ساکنان تاجیکستان کمتر شده است؟ خب ببینید عبدالله که با توجه به این موضوع صبح همین روز ما به بازار کاروان گذر داشتیم و از هر نفر تاجری که در این رابطه سوال میکردیم میگفتن که واقعا در قیاس به چند سال پیش خریداری مال و کالا کاهش یافته است و در این میان تاجران هم بودند که پولی آنها از اون پولی همون تجارتی اونها با پول میچرخید که نزدیکاشون از روسیه ارسال میکردند. تشکر.